سلام دوستان عزیز، این دفعه ما مسئله رو در موضوع حرکت با تاثیر قوه سایش مسئله یکم 235 ریمکویچ رو حل می‌نماییم. یکم مسئله در موضوع حرکت با تاثیر قوه سایش. در مسئله گفته شده است پسرچه مس 50 کیلوگرم با چنه از تپچه لغزیده فرآمد و با راه افقی تا توقف 20 متر راه را در 10 ثانیه طی کرد. قوه سایش و کیسه سایش رو یابید. یعنی در راه افقی در 10 ثانیه وقت 20 متر مسافت را طی کرده ایستاد. ما رسم میکشیم، رسم عادی تیر ایکس را به طرف راست روانه مینماییم، تیر ایکس و سمت قوه ها رو مثال میگیریم. این پسر بچه با چنه و باید فکر کرد با پسر بچه چند قوه تاثیر مینماید. البته در اول قوه که به عقل ما میرسد این قوه وزنی است. همه این رو میدونند که با جسم همه وقت قوه وزنی تاثیر مینماید. قوه وزنی که مدولان و ام ضرب ژ برابر است و مقابل قوه وزنی قوه‌ای که جسم را در سطح نگاه می‌دارد، در تکیهگاه، قوه ریاکسیایی تکیهگاه n، آن با حرف n اشاره کرده می شود. باز کدام قوه ها؟ قوه سایش، قوه سایشی چنه، بین چنه و برف، اف سایش، آن را نیز با وکتور اشاره می نماییم. اکنون در تیرهای x و y معادله پرایکسیای قوه ها رو می نویسیم. در تیر x حرکت پیش شونده است ولی ثابت شده شونده. اکنون در تیر x ما می نویسیم سومه در تیر x شتاب از بس که حرکت جسم در تیر x به عمل می آید و همین جسم در تیر y بالا و پایین نمی رود، بنابراین ما همه وقت در تیر x شتاب را به نظر می گیریم و در تیر y برابر 0 می گیریم. در تیر x و در تیر y سومه همه قوه ها موافق قانون دیوم نیوتن، سومه همه قوه ها برابر m ضرب a. اکنون در مسئله زیرین تنها قوه سایش آورده شده است. تنها قوه سایش با چنه تاثیر می نماید، دیگر یکم قوه تاثیر نمی نماید. در تیر x البته در تیر x قوه سایش، تنها قوه سایش برابر m ضرب a، سومه همه قوه ها و قوه سایش برابر است. اکنون قوه سایش خیلی که ما میدونیم از کورس مکتب میانه میو ضرب n ریاکسیای تکیهگاه. اکنون در تیر y باز پرایکسیا می نویسیم. در تیر y n به سمت بالا و به سمت پایان قوه وزنی برابر 0. در تیر y سومه همه قوه ها برابر 0 است چون که شتاب برابر 0 است و n برابر قوه وزنی می شود و قوه وزنی هم برابر mg. اکنون n را در اینجا می گذاریم و قوه سایش رو در اینجا می گذاریم. میو ام ر قوه سایش میو ام ر برابر با قانون دیوم نیوتن با ام ا، موافق قانون نیوتن با ام ا برابر می شود و ما مسه ها رو اختصار می نماییم، حاصل می کنیم میو برابر ا تقسیم ر. ولی در اینجا ا داده نشده است، شتاب با ما داده نشده است. ما می دونیم که سرعت انتهای جسم برابر 0 می شود، v برابر 0 و می توانیم نویسیم که s برابر a t کوادرات تقسیم 2. از اینجا a رو می یابیم a برابر 2s تقسیم t کوادرات و این رو در
اینجا میگذاریم میشود برابری 2s تقسیم t کوادرات ضرب ر برابری s 20 متر 40 تقسیم 10 4 تقسیم 100 0 از 100 4 0 از 100 4 کیسه سایش رو ما یافتیم. موافق همه این فرمولا اون با 0 از 100 4 برابر است. اکنون قوای سایش را f سایش برابری میو ام ر برابری 0 از 100 4 ضرب 10 ضرب مسه پسر بچه بچنه 50 کیلوگرم برابری 0 از 4 4 کار 5 20 یک 0 با 10 اختصار میشه یک 0 دیگر با 50 4 کار 5 20 نیوتن و این هم جواب مسئله 235 ریمکویچ.